درود رفقا. توی این ویدیو میخوام بهت قدم به قدم نشون بدم که چطور میتونی به شکل درست و مطمئن و منطقی وارد بازار کریپتو بشی. اگر یه جایش ناخوانا و بدقطع عذرخواهی میکنم، کلمه رو بهتون میگم که اوکی باشن. اگه تا حالا هیچ فعالیتی توی دنیای رمز ارز و ارز دیجیتال و بازار کریپتوکارنسی که همشون یه است نداشتی، اما علاقه‌مند به شروع امن و ساده هستی، تا آخر این ویدیو با من بریم که با هم دیگه این ویدیو رو ببینیم. وقتی میخوایم راجع به دنیای کریپتوکارنسی یا بازار ارز دیجیتال داریم صحبت میکنیم، اولین مفهومی که باش آشنا میشیم اینه که اصلا خود همون کریپتوکارنسی یا همون ارز دیجیتال چی هست، چه مفهومی داره، به چه کاری میاد، چجوری کار میکنه. اصلا میخوام راجع به این موضوع صحبت کنیم. یک نوع دارایی چی هست؟ مثل طلا، نقره، هر چیزی که قابل نگهداری باشه، تخت، کمد، خونه، اینا دارایی هست. ولی این دارایی از جنس دیجیتاله. اوکی، پس این شد یک داراییه که این دارایی دیجیتال روی یک بستری به اسم بلاک چین کار میکنه. حالا اینکه خود بلاک چین چی هستم جلوتر با هم دیگه راجعش صحبت میکنیم. پس این دارایی دیجیتال یه چیزیه مثل پول که یک تفاوت خیلی بزرگی داره، تحت نظارت هیچ نهادی نیست. این ارزهای دیجیتال دو تا ویژگی خیلی مهم داره: غیر متمرکز هستن. دومین مورد اینه که شفاف و امن هستن. این که میگم غیر متمرکز هستن چیه؟ یعنی هیچ نهادی کنترلش نمیکنه، هیچ بانک مرکزی نمیاد دخالت کنه، دست بازاره، قیمت‌ها توی بازار بالا پایین میشه. و اینکه میگیم شفاف و امن هستن، ببخشید بد خط نمیشم واقعا، چون فرض کن یک فضایی هست، مثلا یک سایتی هست، همه تراکنش‌ها تو اون ثبت میشن، قابل مشاهدن و هیچ کس نمیتونه اینا رو تغییر بده. هیچ کس. اگر مثلا $100 جابجا شده، این تا آخر عمر میمونه، همیشه میمونه. تو میری هر مدلی که خاص میتونی چک کنی و این $100 همیشه $100 میمونه، نه یک کوچولو پایین‌تر نه یک کوچولو بالاتر. حالا این ارز دیجیتال چی؟ یعنی یه مثال خیلی بخوایم با ارزش بزنیم، مثل بیت کوین. چون بیت کوین با ارزش ترین رمز ارز دنیاست. یه حجم خیلی زیادی از ارزهای دیجیتال بیت کوینه. میخوام راجع به زیرساخت این حالا کریپتوکارنسی صحبت کنم. بالاتر راجع به یک مفهومی داشتیم حرف میزدیم به نام بلاکچین. این بلاکچینه دقیقاً میشه زیرساخت. چیه؟ یه دفتر حسابداری خیلی خیلی بزرگ از نوع دیجیتال و جهانی. پس یک دفتر حسابداری خیلی بزرگه که دیجیتال، جهانیه. چه اتفاقی توش میفته؟ همه تراکنش‌ها داخلش ثبت میشه، غیر قابل حذف، غیر قابل ویرایش. یعنی اگر $100، $50، $1000، $1,000,000 جابجا شده، این جابجا شده دیگه، نه حذفش کرد نه میشه ویرایشش کرد. تراکنش ثبت شده، همه هم میتونن برن ببینن. خیلی خوبه این موضوع. به خاطر همینه که شده یک فضای امن برای دارایی دیجیتال. اما دیگه کم کم از اینکه از دیجیتال چه زیر ساختش چیه و به چه کاری میاد فاصله بگیریم، بریم دنبال ورود به این بازار. چطوری تو بازار ارز دیجیتال ورود پیدا کنیم، بریم تو این بازار. خب میخوایم راجع به مقدمات ورود به بازار رمزارزها از دیجیتال، همون کریپتوکارنسی صحبت کنیم. چند تا ابزار نیاز داریم. اول از همه اینی که ثبت نام در صرافی ایرانی و خارجی. چرا هم باید ایرانی ثبت نام کنیم هم خارجی ثبت نام کنیم؟ چون از این صرافی ایرانیه برای اینکه پول ریالیمون رو تبدیل به دلار دیجیتال یا همون تتر کنیم انجام میدیم و این تترها رو میفرستیم تو اون صرافی خارجی که ثبت نام کردیم. اونجا دیگه معاملات خودمون انجام میدیم، داراییامون رو میخریم، میفروشیم و هزار تا کاری که میتونیم تو این دنیای ارزی انجام بدیم. لینک ثبت نام صرافی ایرانی و خارجی رو توی کانال تلگرامم براتون گذاشتم. برید اونجا ثبت نام کنید. از طریق لینک ما ثبت نام کنید، تخفیفات خیلی جالبی تو راه دارید، کارمزد کمتری میگیرید، یه سری بونوس‌ها رو دریافت میکنید. دومین مرحله چیه؟ یه کیف پول دیجیتال بسازیم. کلی اپلیکیشن هست مثل تراسفالت، مثل متاماسک، که کیف پول دیجیتال هست، امنن، جالبن، میتونیم دارایی‌مون رو که خریدیم تو این کیف پول نگه داریم. چرا تو صرافی نگه نداریم؟ همیشه احتمال هک شدن هست. پس بهتره که بیایم تو این کیف پول نگه داریم، امن‌تره. مرحله سوم چیه؟ فعال سازی لایه‌های امنیتی. یعنی چی؟ یعنی مثلا کد 2 عاملی رو فعال کنیم، رمزامون رو رمزای قوی بذاریم، مثلا ننویسیم وستوکس 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، یه رمزای قوی بذاریم. و مرحله چهارم تحلیل و علاوه خرید و فروش. تو این مسیر 4 مرحله‌ای که فعلا برات به صورت کلی نوشتم، 0 تا 100
تیم وستروکس همراه شما هست، کامل بهتون میگیم چه کارهایی باید انجام بدیم، چجوری بریم جلو، کدوم کیف پولا بهترن، چجوری لایه‌های امنیتیمون رو فعال کنیم و مهمتر از همه، چون این ست اول زیاد خورده کاری ندارن، میشه سرجمش کرد، اینکه چه ارزهایی رو بخریم و اینجور چیزا تو تحلیلاشونه، چه جوری خرید و فروش انجام بدیم هم واسهتون ویدیو گذاشتیم، همه جوره نباتون رو. اما سرمایه لازم برای شروع چقدره؟ ببین این که میگن چقدر میتونیم پول بذاریم و اینجور چیزا، بیا تبدیل کن $10 تو به $100,000 و اینجور چیزا که خیلی از این تبلیغات اصطلاحا میشه گفت شتو داریم میبینیم، تا حدودی رویا فروشی. مکانیزم کار با وستوکس اینطوری که روی واقعیت واقعا جلو میره. ما موجب سرمایه اصولی داریم، خرید و فروش اصولی انجام میدیم، به موقع وارد ماه میشیم، به موقع خارج میشیم و هزار تا چیز. اما مهمتر از این که با چقدر سرمایه وارد بشیم اینه که تحلیل رو یاد بگیریم، یادگیری تحلیلی و صبوری کردن. این دوتا خیلی مهمتر از این که چقدر بخوایم بیاریم. حالا شما مثلا برای شروعتون چون اولین بارتونه با $100 بیان اوکی. اما یه صحبتی داشتیم، گفتیم راجع به امنیت و کیف پوله، راجع به این خورده با هم گپ بزنیم. تو بازار کریپتوکارنسی امنیت اصلا چیزی شوخی برداری نیست. یه گاف بدی میتونن بیان کل داراییتو خالی کنن ببرن تو چند دقیقه. تو اولین کاری که باید انجام بدی اینه که یه کیف پول امن داشته باشی. بعد برای امنیت بیشترش باید از رمز عبور قوی استفاده کنی، کد 2 عاملیش رو فعال کنی. بعد این کیف پولا میان به همون اول کار 12 تا کلمه میدن، میگن این 12 تا کلمه رو اگر مرتب همیشه بنویسی برمیگردی پیش اکانت خودت. این 12 کلمه رو اصلا نباید به هیچ احدی بدی. روی کاغذ بنویس، یه جای قایم کن که فقط و فقط خودت بلد باشی. مرحله چهارمش چی بود؟ تحلیل و خرید و فروش. اینکه چطور بفهمیم کدوم ارز برای خرید بهتره. اینکه بفهمیم کدوم ارز ارزش خرید داره، ما دو نوع تحلیل رو انجام میدیم و تحلیلامون شدن دو نوع، یا تکنیکال یا فاندامنتال. فرقشون چیه؟ ببین تکنیکال شما وقتی میخواید برید یک ارزی رو بخرید با یک چارت یا نموداری رو بروشید که اینجا قیمت و اینجا زمان. مثلا قیمت بیت کوین این شکلی حرکت کرد، اوکی، اینجا بوده $1، اینجا بوده $2، $3 و اینجا یک شنبه بوده، یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه، چهار شنبه، اوکی. این بهش میگن نمودار تکنیکال اون بیت کوین مثلا، که حالا میری تحلیل میکنی که الان ممکنه از این نقطه برگرده بریزه پایین، گرد اینجا میتونه بره بالا، یا در این نقطه و این قیمت بهترین جا برای خرید و این اصلا چی انا چه جوری باید اینا رو بفهمیم. من بهتون کلی تکنیک بهتون یاد میدم، کلی تکنیک قرارتون بده. این از این. فاندامنتال چیه؟ شما میری پروژه رو بررسی میکنی. یعنی چه پروژه رو بررسی میکنی؟ یعنی نقشه راهشون رو بررسی میکنی، مدیران اینو بررسی میکنی، رودمپ یا همون نقشه راه، آینده، ارتباطات. پس میشه گفت یه جوری ارزش معنویشو میری بررسی میکنی که آیا میتونه ارزشی رو داشته باشه که حالا مادی هم بره بالا. پس قبل از هر خریدمون نیازه که فاندامنتالش رو بررسی کنیم، بررسیگری میره تکنیکال هم بررسی کنیم. چون توکن هایی که صرفا تبلیغاتی هستن، پروژه که تبلیغاتی هم میان یه تیکه بالا میرن سری میذارن پایین، دیگه خدافظ نیستن، مردن، تموم شده. اما این تحلیل فقط به این دوتا ختم نمیشه، این کلیتش بود. ولی یکی از مهمترین کارهایی که باید انجام بدیم اینه که مدیریت ریسک داشته باشیم. شاید تو بخوای 10 تا پروژه رو پیدا کنی که از لحاظ فاندامنتالی اوکیه، از لحاظ تکنیکالی هم اوکیه. خب چجوری پولمو باید پخش کنم؟ کدوم ممکنه ریسک و ضرر بیشتری بهم بده؟ کدوم ممکنه سود بیشتری بهم بده؟ اینا همش میشه مدیریت ریسک. بازار کریپتو پر از نوسانه، یه روز ممکنه سود زیادی کنی، یه روز ممکنه ضرر کنی. پس باید مدیریت ریسک رو بلد باشی. هیچ وقت با کل سرمایه‌ات نمیری یه پروژه رو بخری. برای سرمایه‌گذاری سقف مشخص داشته باش. نمیگی خب این الان مثلا اومده 10% بهم سود داده پس میتونه بره بالاتر 11% هم بهم سود بده. تو باید سقف سودت هم داشته باشی. اوکی من از این پروژه قرار 10% سود بگیرم، حتی اگه قراره مثلا 20% بره بالا. طمع نمی‌کنی. چون یه جایی طمع میشه اون بزرگترین دشمنی که کلا تو رو زمین می‌زنه تو این بازی. اما آیا بازار کریپتوکارنسی صرفاً به خرید و فروش ختم میشه؟ یعنی سری پروژه ها میاد که ما بخریم بعد بفروشیم، از این خرید و فروش سود کنیم؟ میان این بحث قطعاً اینطوری نیست.
ببین تو میتونی ترید کنی. ترید چیه؟ چه جوریه؟ اینجا که دارم راجع به اینا هم صحبت می‌کنیم. تو کف بخری، تو سقف بفروشی. ترید یعنی هم معامله کردن دیگه. اوکی. میتونی هولد کنی، بلند مدت داشته باشیش، یعنی یه ارز رو بخری 3-4 سال داشته باشی. اینم جالبه. میتونی وارد دنیای دیفای بشی، Decentralized Finance اگه اشتباه نکنم، یک دنیای کاملا غیر متمرکزه. یا اینکه NFT، با NFT ها بازی کنی. میتونی توی ایردراپ ها شرکت کنی، یا اینکه حتی تولید محتوا شروع کنی. اینا بخش خیلی 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 کوچیکی از کارهایی که تو میتونی توی بازار کریپتوکارنسی تو فضای دیجیتال انجام بدی. پیشنهاد من برای شروع چیه؟ اینکه کم کم تحلیل‌های کوچیک، تحلیل‌های ساده، خرید کوچیک تو انجام بده تو حوزه ترید. بعد کم کم وارد حوزه خود شد، بعد ببین با کدوم یکی بیشتر حال میکنی برو. قطعا وقتی این دوتا رو بلد باشی یه کم کم کل بازار دستت میاد، با فضاهای بازار آشنا میشی، با فرصت‌های بازار آشنا میشی، میتونی خیلی 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 بیشتر پولتو گسترش بدی. اما عجله نکن، صبور باش، یواش یواش بیا جلو. پس تا اینجا یاد گرفتیم که اصلا ارز دیجیتال چیه، چرا اهمیت داره، چطور میتونیم واردش بشیم و چه مسیری رو برای یادگیری باید شروع کنیم. اینکه فقط قرار نیست پولدار بشیم، توش ریسک هم توش هست، ممکنه ضرر هم داشته باشیم، اما مدیریت ریسک خیلی مهمتر از همه. و تنها راه موفق شدن توش یادگیری مستمر و برخورد حرفه‌ای با بازاره. اگه این ویدیو برات مفید بود و حس کردی یه دید واقعی نسبت به ورود به بازار کریپتوکارنسی گرفتی، خوشحال میشم نظرت توی کامنت برای من بنویسی. سوالی هم داشتی همینجا بپرس، حتما جوابتو میدم. اگه دنبال یادگیری بیشتر هستی، ویدیو بعدی ما رو از دست نده. تا ویدیو بعدی با ذهن باز و قدم حساب شده حرکت کن. پایدار و موفق باشی.